خدمتتون رسیدم با آموزش لوبیا پلو غذای ایرانی بسیار خوش عطر و خوشمزه. پیاز داغ کردم و گوشت چرخ کرده دارم تفت میدم. 2 تا پیاز رو نگینی کنید، سرخ کنید اونقدر که رنگش طلایی شد کافیه و بعد گوشتتون رو به میزان برای 6 نفر به میزان 400 گرم یا 350 گرم اضافه کنید و تفت بدید. میدونید که برای هر نفر معمولا 100 گرم گوشت در نظر میگیرن توی خورش یا برای مثلا کباب فلان، ولی اینجا چون لوبیا اضافه میشه نیازی نیستش که خیلی این مقدار رو رعایت کنیم. من 400 گرم هم حدوداً لوبیا دارم که لوبیا همو من قبلا خورد کردم، تفت دادم، یه سری رو میپزم میذارم فریزر، به خاطر همین خود الان سفت‌تره. گوشت رو هیچ موقع یخ زده سعی کنید استفاده نکنید، بذارید توی آب یا مایکروویو یه مقداری که یخش خودش رو بری کرد اون موقع میتونید حالا استفاده کنید. ولی در مورد اینجور چیزا سبزیجات و اینها البته تازهش خب خیلی بهتره، ولی وقتی مجبور هستید یا مهمون میرسه سریع براتون میخواین غذا درست کنید یا از سر کار میاد، این خیلی خوبه که آدم آماده داشته باشه. من برنجم هم آبکش کردم آماده گذاشتم که این غذا رو به سایر مواد رو بذارم لای برنج لوبیا پلو و لوبیا پلوی خوشمزه داشته باشیم. من نصف قاشق نمک میزنم، یک چهارم قاشق هم فلفل زدم. ادویه‌های دیگه هم شامل دارچین، زیره سبز، پودر زیره سبز و یه مقدار کوچیکی هم هل هست. لوبیا پلو رو با گوشت تیکه‌ای هم من درست میکنم، گوشتا رو ریز ریز میکنم و به اون صورت. ولی زمانی که عجله دارین از گوشت چرخ کردن باز میتونید استفاده کنید. 2 قاشق رب میزنیم. اجازه میدیم یه مقداری ربمون سرخ بشه بعد قاطیش میکنیم. بعضی از دوستان این مواد رو میذارن لای پلو و دم میکنن که منم الان میخوام هم کارو بکنم، ولی میشه که اینو یه مقدار آب اضافه کنید و بذارید جداگانه بپزه، مثل خورشت اضافه کنید روی برنجتون و استفاده کنید، اونم خیلی عالی میشه. البته اگر گوشتتون تیکه‌ای بود بهتره، برای این کار که با گوشت چرخ کرده است همون لای پلو قشنگ‌تره. خب دیگه این الان آماده است برای استفادهمون. من فقط یه خودم زعفرون اضافه میکنم برای خوش رنگ شدنش. میتونید تلدیگم از یا نون لواش یا سیب زمینی استفاده کنید، هر دوش هم خوشمزه میشه چون این رب و روغن میره تای قابلمه میشینه و هم خوش رنگش میکنه و هم خوشمزه، چون ادویه هم داره عالی میشه. خب ببینید این وسط برنج رو باز میکنید و لوبیا پلو رو موادش رو اضافه میکنیم. خب الان دیگه دم میکنیم
خب نیاز هست که این برنج زیرش فوق العاده کم باشه به خاطر تدیگش که خیلی حیفه بسوزه. این رو من دم کردم. اگر میتونید از شعله پخش کن استفاده کنید، اگر نه هم که خیلی زیرش رو کم کنید به مدت نیم ساعت تا 3 رو. خب دوستان عزیز، اینم از پایان کار لوبیا پلو. ببینید چقدر قشنگ و خوبه. عطر و بوش هم که نگین دیگه، بوی زیره و دارچینش فوق العاده.